سلام، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. من نسترنم و امروز دوباره برگشتم یک کاراکتر کارتونی دیگر رو بکشم. بریم که با هم داشته باشیم ببینیم چه جوری میشه. مثل همیشه اول شروع میکنم به ساده سازی و بعدها آروم آروم دیتیل ها رو اضافه کردن، سایه ها رو زدم. یه موزیک میذارم واسهتون و کمی ویدیو رو تون کردم که حوصلتون سر نره. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراهی کردید منو. یه توضیح کلی که بخوام بدم، اول شروع کردم به ساده سازی، بعد با راپید 18 اون خطوطی که میخواستم مشکی باشه و قالب تر باشه رو گذاشتم و از مداد اتودی استفاده کردم، مداد 15 برای دیتیلز های بیشتر. اگر بچه ها راپید دارید که سایزش کوچیک‌تره، الان راپید من 8 بود، میتونید با راپید این دیتیل ها رو هم بذارید و خیلی جذاب تر میشه. من نداشتم و با مداد این کار کردم، بعدم نشد، خیلی خوشگل شد. میتونید نگاه کنید و استفاده کنید. خیلی ممنون که این من رو تماشا کردید. امیدوارم خیلی خوشتون اومده باشه و بتونید استفاده کنید. ممنون میشم که من رو ساب داشته باشید. البته اگه از ویدیو خوشتون اومد و کامنت گذاشتن رو فراموش نکنید، چون نظراتتون خیلی مهمه.
و پیشنهاد بدید که نقاشی بعدی چی باشه اصلا. خدافظ.